در کنارها نسیمجان منصورов و منیرخان اشارов کمک میکنند و به این ترتیب صدای شک خورشید دادابوی بلند گردید و بازی امروزه میان دسته‌های برشی و وخش در دایره رقابت‌های دوره 12 لیگ ایول زیاد با حمله هم نرفته است. ارسال با داخل جریمه گل امکانیت ضربه و گل. مهران مدامینوف هنوز در دقیقه ششم رقابت موفق می‌شود که دسته برخشی را به پیش برارد. بهترین امکانیت بود، بهترین فرصت و در اول سمت را برطرف کند. باز هم پس احتمال ظرف ارسال با داخل جریمه گل و گل. این چگونه گل بود که ما از جانب سرگئی اسکانیان دیدیم. ببینید که با گذاره 4 دقیقه بازیگر تیش پیروز شود برای خود را با دور چهارک نوع مسابقه باز کند. پارتو با داخل جریمه گل ضربه و گل. نوردین امرقلوف در دقیقه 34 رقابت موفق می شود که دسته وخش را به پیش برارد و اکنون پلنگان وادی وخش کامبک هم کردند. شهریار عنایت الله با جریمه گل وارد شد، پاس هم انجام داده می شود با سمت موسی قهار. خیلی خوب از جانب توجون تقوی‌زاده بود. حمله ادامه با ضربه نوبتی با سمت دروازه نوردین امرقلوف. اینجوری یک ارسال دیگر از جانب فورس امکانیت ضربه و ببینید که در آخر این فرصت شروع کرده پرتافت نوبتی ضربه با سمت دروازه. ببینید که باید ضربه چیکار می‌کند. یک از بازی‌های خوب نظر پس با میکیت تترکوف ارسال با داخل جریمه گل اشتباه میکند و این امکانیت استفاده خواهد شد. پیامبر ببینید که در آخر فرصت بازم سرگئی اسکانیان با داخل جریمه گل در میدان از ضربه با سمت دروازه و چگونه نزدیک بود تویرجان باز با تویرجان تقوی‌زاده جریمه گل وارد میشود. تویرجان تقوی‌زاده ضربه با سمت دروازه و ببینید سه بازیگر دسته وخش در داخل جریمه گل ارسال ضربه ها نانق بودند. البته هم نظر با داخل جریمه گل ضربه با سر و این حالت برطرف میشود. ارسال قهاروف ضربه با سمت دروازه اما کمی پهلوتر دسته وخشی با بازی وارد شد. یک بازیگر از هیئت سختگیری دسته وخش پرتاف با سمت جریمه گل ضربه و گل. حساب تغییر می‌یابد و در رقابت امروزه بهادر نظرزاده نیز موفق می‌شود با زدن گل. حساب برابر شد دوستان عزیز و ارجمند. بازیگر رقم 18 دسته برخشی موفق شد که دسته را به رقابت برگرداند و اکنون در 5 دقیقه اخیر دسته ها برای به دست آوردن 3 امتیاز مبارزه را ادامه خواهند داد. حمله دسته برخشی را ادامه می‌دهد. پاس انجام داده شد پوغجی که از جانب مهراج‌الدین رازقوف دیدیم. فاستوف توانست توپ را برطرف کند و با این ترتیب صدای اشتک خورشید دادابویف بلند می شود. امروزه جلوی بعدی در صورت گرفت و آن مساوی جنببست شد. در همینجا گزارش مستقیما با انجام رسد.